اولا، اگه به ساوپائولو علاقه‌مندی و دوست داری یک روز کامل رو با ما تو ساوپائولو بچرخی، تو این ویدیو با من همراه باش. حالا بیایم با هم بریم اونیدا پاولیستا در شهر ساوپائولو، شهری که پر از هیجان، هیاهو و شادیه، پر از کار و فعالیت و روزمرگی. و در روزهای تعطیل اونیدا پاولیستا بسته میشه و این خیابون که پر از ماشین و اتوبوسه ناگهان تبدیل میشه به یک جشن رایگان و فضایی برای نشون دادن هنرمندان خیابونی. اونیدا پاولیستا در سال 1891 افتتاح شد. در اون زمان اینجا محله اشرافی ترین خانواده های ساوپائولو بود، مخصوصا بارون های قهوه که ثروت برزیل رو ساخته بودن. در اوایل قرن 20 خیابان پر از عمارت‌های بزرگ و سبک اروپایی بود، اما با رشد صنعتی شهر در دهه‌های 1950 و 1960 اون عمارت‌ها یکی یکی تخریب شد و جای خودشون رو به برج‌های مدرن دادن. برزیلیا معمولاً به خونگرمی و روحیه اجتماعیشون شناخته میشن. آدمایی هستن که راحت ارتباط میگیرن، زیاد لبخند میزنن و گفتگو با غریبه ها برایشون عجیب نیست. فرهنگشون بر پایه جمع بودن، خانواده، موسیقی و جشن گرفته. همین باعث میشه حتی در شهر بزرگی مثل ساوپائولو هم اون حس انرژی و تعامل انسانی رو ببینید. البته مثل هر کشور بزرگی تفاوت‌های فردی و منطقه‌ای هم وجود داره، اما در مجموع میتونیم بگیم که فضای اجتماعی برزیل خیلی صمیمی و پر انرژیه و همین موضوع برای خیلی از گردشگران جذاب و موندگار میشه. بعد از شلوغی پاولیستا میتونید یه نفس عمیق تو پارک ابیراپوئرا در شهر ساوپائولو بکشید. ساوپائولو وقتی که شب میشه خاموش نمیشه، فقط تغییر شکل میده. چراغ‌های آسمان خراش‌ها روشن میشن و شهر از یک مرکز اقتصادی جدی به فضایی پر از انرژی و چند لایه تبدیل میشه. اگه بخواد چهره هنری و آزاد ساوپائولو رو ببینی، باید به محله ویلا مادالنا حتما یه سر بزنی. این محله در منطقه غربی شهر قرار داره و سالهاست به عنوان قلب بوهمیایی و هنری ساوپائولو شناخته میشه. جایی که کافه ها، بارهای کوچیک، گالری های هنری و دیوارهای پر از گرافیتی کنار هم زندگی میکنن. مشهورترین نقطه اینجا بکود و بتمنه، کوچه‌ای که تقریبا تمام دیواراش با هنر خیابونی پوشیده شده و هر چند وقت یک بار طرح‌ها تغییر پیدا میکنه و همین باعث میشه این محله همیشه زنده و تازه باقی بمونه.
برزیل یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر تنوع زیستیه. گفته میشه حدود 10 تا 15% از گونه‌های شناخته شده دنیا در این کشور زندگی می‌کنند. این تنوع به خاطر گستردگی و تفاوت زیست‌بوم‌های برزیله. از جنگل‌های بارانی آمازون گرفته تا تالاب‌های وسیع پانتانال و جنگل‌های آتلانتیک. در این سرزمین میتوان گونه‌های منحصر به فردی مثل جگوار، طوطی‌های آبی بزرگ، میمون‌های کمیاب و حتی بزرگترین مارهای جهان را پیدا کرد. بسیاری از این حیوانات فقط در همین منطقه از دنیا زندگی می‌کنند و نقش مهمی در تعادل اکوسیستم دارند. موزه آفرو برزیل در پارک ابیراپوئرا قرار داره و یکی از مهمترین موزه های برزیل در زمینه تاریخ و فرهنگ آفریقایی است. موزه دیگه‌ای که در شهر سائوپائولو حتما ارزش رفتن داره، موزه هنر سائوپائولو که به عنوان موزه مسب شناخته میشه و یکی از نمادهای اصلی شهره. یک تجربه متفاوت معماری و هنر خواهید داشت. ساختمان با تیرهای قرمز عظیمش طوری طراحی شده که انگار در هوا معلقه. زیر آن فضای باز بزرگی وجود داره که مردم در اون جمع میشن، استراحت میکنن یا اجرای خیابانی میبینن. داخل موزه آثار هنری به شکل خاص نمایش داده شده. تابلوها روی پایه‌های شیشه‌ای قرار دارند و حس معلق بودن رو به شما القا می‌کنند. این سبک نمایش باعث میشه بازدید کننده از زاویه‌های مختلف به اون اثر هنری نگاه بکنند و در مجموعه متن آثاری از هنرمندان مشهور اروپایی و آمریکای لاتین رو میتونید ببینید و میتونید یک فضای اینترنشنال رو با توریست های مختلفی که همه برای دیدن این آثار اومدن تجربه کنید. داخل متن میتونید آثاری از ونگوک، رنوار، مونه و حتی پیکاسو رو هم ببینید. هنرمندایی که معمولاً آثارشون رو تو موزه های اروپا میبینیم، اما در کنار اونها هنر برزیل هم جایگاه مهمی داره. این ترکیب باعث میشه بازدید از این موزه فقط دیدن شاهکارهای اروپایی نباشه، بلکه گفتگویی بین هنر جهان و هنر آمریکای لاتین باشه. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودین. اگه که تجربه از سفر به کشورهای آمریکای لاتین دارین، ممنون میشم که نظرتون رو تو کامنت ها بذارید و با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. تا ویدیو بعد، چاو.